قابل پلاو ازبکی اکای امان که از یکی از آشپزای مشهور و تکلی بدخشان است. در سطح افغانستان آشپز است. آشپز سطح افغانستان مردم پلاوی ماموشیر تعریف میکنن، ولی پلاوی آشپزمون تا هنوز خوردگی نیستن. پلاوی آشپزمون که بخورن تو پلاوی ماموشیر یادشان میروه. اوه 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 مولنگ است، مولنگ. اوه مولنگ است، مولنگ. چی داد؟ برای میکنم موساس پلاو چی است مزار کن؟ موسا پلاو است، شیر پلاو میگن. چی میگن؟ پلاو، شیر پلاو، موسا پلاو. موسا پلاو. اوه 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 اوه. بجد جون ماشاءالله. اینا در فیسبوک نشر میکنم. این ویدیو را هر کسی که ببینه و خدا میدهش یک دعا میکنم با شما را. که بود برنجات خراب بود. اگه من کلش برنج سمت با خاطری که برنج خوب مومو همون آشپزی نکرده مرا. یک شو آشپزی ختم کنیم. دوستای عزیز، در روسیای اطراف که است این قسم دیگا بار میشه. یک دیگ، دو دیگ، سه دیگ، چهار دیگ، 10 دیگ بار میشه. اینمو تو دیگه باز برای کسایی که در روسی میاین باز آماده میشه که براشون داده شه و صرف کنه. همین نون دینه که بسیار بهترین نون بود. بیخی برابر است.